سلام. این برنامه میخوایم به معضلی در درون نظام به اسم گشت ارشاد بپردازیم که اخیراً تحت عناوین سانتیمونتالی مثل طرح نور یا سفیران مهر میخواستن دوباره راه اندازیش کنند، اما اونجور که میخواستن نشد. طرح نورشون بیشتر راهی ته گور شد. چطوری؟ الان براتون توضیح میدم. ماجرا از اینجا شروع شد که همین اول سال خامنه‌ای اومد به صحنه که آی هشدار، دشمن داره این بار با مسئله حجاب حمله میکنه. مسئله حجاب تبدیل شده به یه چالش و تحمیل شده بر کشور ما. بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجه کنن که این رو دشمن داره از بیرون دنبال میکنه، در حالی که چنین مسئله‌ای تو کشور وجود نداشت. فقط همین یه قدم مونده بود که نگفته بود کار دشمنه، که اینم گفت. کلاً هر کسی هر کاری بکنه که به مذاق یارو خوش نیاد حتما کار دشمنه. آخه مسئله حق آزادی پوشش که مسئله تازه‌ای نیست. از همون روزی که شما آخوندا زمام مملکت رو دست گرفتید با شعار یا روسری یا توسری میخواستید افکار ارتجاعی خودتون رو حاکم کنید، حجاب رو اجباری کنید، زنان این مملکت علیه شما اعتراض میکردند. ما بچه‌هامون درس خوندن، میخوان آزاد باشن. Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion. می‌کردم از دینم هم میرم بیرون. بیگانه میگانه کجا بود؟ اینا زنان همین مملکت بودن که یه ماه قبلش توی انقلاب 57 نقش کیفی داشتن. از اون موقع خواهان حقوقشون بودن و تا امروز هم همین داستان ادامه داشته. اما سید علی همه صغرا کبرای بیگانه میگانه رو بافت که برسه به اصل مطلب، یعنی دور جدید سرکوب زنان رو کلید بزنه. قانون واجب الاطاعه است. در این زمینه حکم قانونی وجود داره. رعایت حکم قانون برای همه واجبه. این قضیه حجاب باعث رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره، بایستی مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشون عمل کنن. برای محکم کاری یه هفته بعدش هم دوباره به صحنه اومد و زیر همین خط جدید سرکوبش دوباره خط کشید. یقیناً نظام جمهوری اسلامی در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بدهند. پس طرح جدید سرکوب زنان از اینجا شروع شد. 2 روز بعدش هم گله امامان جمعهش رو تو سراسر کشور فرستاد تو نمایش‌های جمعه که طبق توجیهی که شدن همشون مثل هم برای این قشون کشی خیابونی علیه زنان زمینه سازی کنند. حضرت آقا bu yıl طول bir haftada 2 yol مسئولlara در مورد مسائل حجاب تأکید edilib در رابطه با حجاب مسئولlara dedi کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است. همانطوری که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است، به همان میزان هم مسئولین دولت و حکومت در قبال اون مسئولیت قانونی و شرعی دارن و باید به مسئولیت خودشون عمل کنند و با همه تأکیداتی که مقام معظم رهبری در این رابطه دارن قوی و محکم عمل نشده. با وجود این همه هشدارها و مطالباتی که رهبر معظم انقلاب درباره حجاب داشتند، باز هم در میدان عمل و اجرا مشاهده می‌کنیم سهل‌انگاری وجود دارد. حجت الاسلام اکبری به تذکر و بیانات قاطعانه مقام معظم رهبری در مورد حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت انتظار می‌رود جلوی بی‌حجابی‌ها گرفته شود و نیروی انتظامی و دستگاه قضا افرادی را که بی‌هویتی و هرزگری را در جامعه رواج می‌دهند شناسایی و مجازات کنند. پس دستور رو ولی فقیه میده، امام جمعه ها روزه‌شو میخونن، بعد نوبت به وحوش انتظامی میرسه که برای زنان میهنمون شاخ و شونه بکشن. اجرای طرح سراسری عفاف و حجاب در خراسان رضوی از فردا. فرمانده انتظامی لرستان اعلام کرد در چهارچوب مطالبات عمومی
و بر اساس وظایف قانونی طرح حجاب و عفاف از روز شنبه 25 فروردین ماه در تمام معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. پلیس در اجرای این طرح بر اساس تکالیف و وظایف خود با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌کند. حالا چرا 25 فروردین؟ چون شبش قراره که سرمار بیرون بیاد و اون حمله شکست خوردش رو انجام بده و مستقیم به اسرائیل موشک بزنه. ولی چون نمیدونه که بعدش چی میشه و احتمال میده که اگر تقی به توقی خورد ممکنه ملت بریزن بیرون، از قبل میخواد به خیال خودش با تشدید سرکوب علیه زنان مردم رو قفل کنه. و اینطور بود که از روز شنبه 25 فروردین قلاده سگ‌های انتظامی رو باز کردن و ریختنشون تو کف خیابونای کشور تا به جون زنان میهنمون بیفتن و براش هم کلی فیلم تبلیغاتی ساختن که دود 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 نیروی انتظامی آمد. خانمای محترم لطفا شالتون رو بذارید سرتون. شالتون رو بپوشید. خانم محترم با شما هستم. بله، با این دادار دودور تو سراسر کشور بگیر ببند و راه انداختن و از همون روز اولم فیلم‌های پاشه‌گیری وحوش انتظامی از زنان میهنمون وایرال شد. دارن میبرن دختر مردمو. خاک بر سرتون. خدا نیست و نابودتون کنه. بدبخت ها بهش گفت اینجا کنه بند سره نسیل بقیل سنه رو گرفته آره شکیش کشون آورده ناموز بگو تو نامحرم نیستی بابا تا محرمه بدبخت ها بهش گفت. یه جوری این گله های نرقون رو فرستادن توی خیابون که انگار مثلا میخوان برن دزد و اختلاسگر میلیاردی بگیرن. مگه میخوای بری به جنگ قاتل زنجیره‌ای؟ این همه مأمور وحشی رو برای چی بسیج کردی تو خیابونا؟ میدونای شهر رو پر کردید. خب سوال اینه چی شده که این آخوندها از ترس خشم زنان میهنمون اینقدر قبض روح شدن؟ اگر در مسئله حجاب و عفاف کوتاه بیایید مسئله به اینجا ختم نمی شود و آخر کار نیست. مطالبات بعدی شروع می شود تا جمهوری اسلامی رو از هویتش خالی نکنن کوتاه نخواهند آمد. خواسته اونها نابودی نظام جمهوری اسلامی است. مسئله حجاب هم مسئله شرعی و قانونی است و هم مسئله سیاسی و امنیتی. طبیعی است اگر ما منفعلانه برخورد کنیم اونها در اندیشه طرح کلان براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند. مسئله‌ای که این دوتار مو نیست، هزار نکته باریکتر از مو تو همین دوتار مو به حسب ظاهر هست. مسئله براندازی است. پس مسئله حجاب که اون یارو میگفت بهانه است، حفظ نظام نشانه است. مسئله اینه که اگر این بگیر و ببند نباشه، اگر این قشون کشی نباشه، اگر این وحشی بازی ها نباشه، نظام مسئله امنیتی داره. یعنی سایه براندازی بالای سر نظامه. یعنی خودشون خوب میدونن که وضعیت جامعه در چه غلیانیه و خودشون هم خوب میدونن که روی چه بشکه باروتی نشستند و تمام هدف اینه که با سرکوب زنان نشون بده طرف که قلدر مملکت منم، کسی جرئت نکنه اعتراض بکنه. اما همین که فیلم های این وحشیگری ها یه دور توی فضای مجازی چرخید، ظرف یک هفته موج برگشت و چنان لرزه‌ای به سراپای حکومت انداخت که یه سری از خودیاشون گفتن بزن رو ترمز. توییت فاضل میبودی از مجمع مدرسین حوزه قم: روشی که مأمورین در برخورد با بی‌حجابی پیش گرفتن خلاف شرع و عقل است. تا کنون این برخوردها نتیجه معکوس داشته. این اقدام از سه منظر نامناسب است. نخست از نظر زمانی که کشور در شرایط خاص نظامی و سیاسی است. دوم تجارب تلخ و دردناک گشت ارشاد به اندازه کافی ضرورت عدم بازگشت به این نوع رویکردها را با خود همراه داشته است. و سوم اینکه هنوز طرحی تحت عنوان حجاب که مجلس تایید کرده
به قانون مبدل نشده و به یکباره با رویکردهای جزیره‌ای نباید در این مسیر حرکت کرد. آنطور که آقای رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بود، قرار بود به جای گشت ارشاد برای حجاب، گشت ارشاد مدیران راه بیاندازد. بله. ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران. اما به جای همه اینها دیدیم که رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر که مرتکب منکر انتقال باغ 1000 میلیاردی بیت المال به خود و پسرانش شده بود، با گفتن غفلت کردم مشمول این فریضه و گشت ارشاد مدیران نشد. در عوض بار دیگر زنان و دختران را با جیغ و داد و کشان به داخل ونها بردند تا تجربه شکست خورده گشت ارشاد رو برای چشیدن شکستی دیگر تکرار کنند. خیلی هاشون هم ترس از قیام رو برجسته کردن که بابا مگه یه بار با همین قضیه به 401 نرسیدیم، تا نقطه سقوط نرفتیم. یه فیلم رو 100 بارم که نگاه کنی آخرش تغییر نمیکنه. این روش هم اگر دوباره بریم آخرش دوباره همون بزن آتیش و ایناست. بازگشت ونهای بدون نام گشت ارشاد به خیابانها برای تذکر و دستگیری زنان برای حجاب تعجب برانگیز است. خسارت‌های ناشی از این نوع نگرش در سال 1401 به اندازه کافی کشور را با چالش روبرو کرده است. چگونه است که دوباره با همین رویکرد قصد داریم امر فرهنگی را انتظامی کنیم؟ علی ربیعی، سخنگوی دولت آخوند روحانی: با همه درک و فهمم از امنیت و منافع ملی، معتقدم شیوه برخورد و اقدامات خیابانی در خصوص حجاب نه تنها به دور از تدبیر است، بلکه نه امنیت ساز است و نه مقوم ارزش‌های دینی. بعد یه سری گفتن اصلا این طرح بر اساس کدوم قانون داره اجرا میشه؟ چون اون قانون حجاب و عفافشون که 2 سال بین مجلس و شورای نگهبان داره پاسکاری میشه، کسی گردن نمیگیره. پس اجرای این طرح حتی بر اساس قوانین خودشون هم غیر قانونیه. مجتهدزاده از کارشناسان نظام: نیروی انتظامی به استناد چه مواد قانونی دست به این اقدام گسترده زده است؟ این شرایط را بسیار خطرناک می‌بینم. متاسفانه وقتی مردم از اجرای قانون در جامعه ناامید شوند و احساس کنند متولی قانون آن را زیر پا می‌گذارد، اتفاقات خطرناکی در انتظار آن جامعه است. کار به جایی رسید که یه سری گفتن این طرح نور نیست، طرح زوره. رسانه‌های حکومتی هم هشدار دادن که حساسیت ملت نسبت به این بازگشت گشت ارشاد و حجاب از خبرهای جنگ با اسرائیل تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده. دیاگرام گذاشتن که از روز 3 به بعد این طرح، این موضوع تمام اون قدرت‌نمایی پوشالی سر حمله به اسرائیل رو هم تحت الشعاع قرار داده که باز یه سریشون به همین اعتراض کردن. از روزی که آن حمله موشکی به اسرائیل انجام شد و طرح نور یعنی گشت ارشاد سابق فعالیت پرحجم جدید را شروع کرد، نه تنها سرمایه اجتماعی موشک زنی را بلعید، بلکه کشور را در آستانه بحران قرار داده. حالا هم مشخص نیست چه کسی مسئول این مانور خطرناک بوده. طرح کوره نور هیچ چیز خوبی رو در بر نمیگیرد. اصلا نوعی همسنگ تراشی برای حمله به اسرائیل است، به مثابه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حمله به عین‌الاسد. هر کی پشت گشت ارشاد هست خوب داره با اسرائیل همکاری میکنه، چون تو این شرایط نظام بیشتر به رضایت مردم احتیاج داره تا عدم رضایتشون. حالا این میگه هر کی پشت این طرح داره با اسرائیل همکاری میکنه، بعد پسر حمید نوری جنایتکار گفته من رفتم سوال کردم، گفتن خود آقا پشت این طرحه. جدی میفرمایی؟ این هفته برای پیگیری وضعیت پدرم خدمت یکی از مسئولین قوه قضاییه رسیدم. در انتها گفتم مدل گشت ارشاد باعث ترویج بی‌حجابی می شود. گفتند مطالبه رهبری است. خلاصه صدای اعتراض از همه طرف علیه این طرح بلند شد و هر کی به شکلی این طرح زور رو زیر ضرب برد. بازم قضایای گشت ارشاد شروع شد. دخترای بدبخت مردم و نیروهای زورگو و همه چی. چرا همش دنبال این که مردم فکرشون جای دیگه باشه؟ به دلار فکر نکنن، به بدبختیاشون فکر نکنن، به هیچ چی فکر نکنن، به دزدیای شما فکر نکنن، فقط فکر کنن الان حجابه ها، مسئله حجابه. نه عزیزم، مسئله حجاب نیست، مردم رو گمراه دارید میکنید. این سیاست 45 ساله است بابا، مردم دیگه فهمیدن اینو، گمراه نمیشن. با زور نمیشه روسری سر دختر مردم کرد. حجم اعتراضات که بالا رفت، اینا دیدن که هوا داره پس میشه. سید علی دید
با راه انداختن طرح زورش نه تنها کسی منکوب نشد، بلکه برعکس بشکه داره میره واسه انفجار، یعنی اوضاع داره از مهار خارج میشه. بعد هم همه چیز داره رو سر خودش خراب میشه. بنابراین خواست یه جوری خودش رو در ببره، چون که از سرکوب که نمیتونه دست برداره، برای نظامش رو سرکوب سواره. حالا گیر سپیش خامنه‌ای اونجا بود که دید که خودش هم نمیتونه بعد از یه هفته حرفش رو یه دفعه عوض کنه. طرحی که از همون اول همه گفتن با فرمان آقا شروع شده رو که نمیتونه خودش جا خالی بده. این شد که به یکی از عملهاش که حساب‌های مجازیش رو میچرخونه گفت هوا پسه، تو برو یه توییت بزن که فعلا بسته دیگه. فضائلی عضو دفتر نشر آثار خامنه‌ای. رهبر انقلاب: کشف حجاب هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده. ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم. کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. پینوشت: به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند. حالا این توییت رو زد که مثلا قضیه رو جمع کنه، تازه یه شقه جدید در درون نظام افتاد. انگاری که یه بادمجون رو از وسط نصف کنی. نصف بدنه نظام افتادن این طرف، گفتن حرف همینه، رهبر درست گفته، اصلا از اولش هم معلوم بود که این طرح مشکل داره، تا دوباره یه قیام 401 راه نیفتاده جمعش کنید گشت ارشادو. ولی نصفه دیگه رفتن اون طرف، گفتن کی گفته گشت ارشادو جمع کنید؟ این یارو خودش نفوذیه تو بیت رهبر، این خلاف حرف سیدل گفته. سردستشون هم شریعت مداری کیهان. برادر فضائلی، آنچه جناب عالی به حضرت آقا نسبت دادید اولا با نظر صریحاً اعلام شده ایشان مغایرت دارد، ثانیاً با آداب و روش بیت ناهمخوان است، چرا که هرگاه رهبر تذکری را ضروری بدانند از طریق بیت اطلاع میدهند. ثالثاً بر فرض که چنین تذکری داده شده، چرا این تذکر را علنی کرده اید؟ بعد دیگه کلی مهرهای ریز و درشت به صحنه اومدن و زیرا به این فضائلی مهره بیت ولایت و توییتش رو زدن. چه زدنی! کاش مطالبه کنیم فضائلی رو از بیت بندازن بیرون، کم هزینه تراشی نکرده واسه بیت و رهبری. شما سر دروغ‌های قبلیتون به ما ثابت شده اید. این هم نشون داد حرف قبلیتون هم زری بیش نبوده. بین شما و پلیس ما هم طرف پلیس را میگیریم. در مبهم کردن فضا و انداختن مؤمنین به جون هم استادید. شما بهتر روی مواضع پسرتون کار کنید، نه مواضع رهبری. رهبری خودشان زبان گویا دارن، نیاز به مفسر ندارن. خدا لعنت کنه هر کسی رو که با کدکشی از مواضع رهبری بیانات ایشان رو کاهش میدهد. شما حق ندارید که تحلیل خودتون رو از اکانت رهبری بازنشر بدید. رهبری فرمانده نیروی انتظامی هم هست. اگر چیزی بخواد بگه به فرمانده نیروی انتظامی میگه، نه به شما. روز بعدش بعد از اینکه کلی به این فضائلی از طرف خود بسیجی‌ها هجمه شد، احتمالاً رفته پیش خامنه‌ای گفته این آتش به اختیارا حرف منو باور نمی‌کنن، چیکار کنیم؟ خامنه‌ای هم گفته ما از طرفدارم شانس نیاوردیم، من که نمیتونم چیزی بگم، آبروریزی میشه، برو یه ریت بزن بگو همینه. اینم دوباره رفت با یه توییت دیگه تاکید کرد که همچنان اون توییت سر جاش هست. بعد هم رفت با اکانت خود خامنه‌ای یه بار دیگه ریتوییتش کرد که دیگه کسی ابهامی براش نمونه. اکانت رسمی رهبر انقلاب خبر تذکر خامنه‌ای به مسئولانی که کارهای بیقاعده در حوزه حجاب انجام دادند را بازنشر کرد. کار به اینجا که رسید دیگه یه سری بسیجی‌ها کاملا گیج زدن، به خود سیدعلی شک کردن که آقا اصلا این عقل و شعورش سر جاش هست؟ هفته پیش میگفت قاطعیت، الان چرا جا خالی میده؟ من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. یه هفته است که امنیت روانی جامعه رفته هوا، بعد کسی نیست مسئولیت به عهده بگیره. در انتها هم میگن برخی به خاطر اقدامات بیقاعده تذکر گرفتن. ما از این رفتارهای رندانه کم ندیدیم. اگه اوضاع خوب پیش میرفت به پای خودشون مینوشتن. حالا که اوضاع خراب شده بعضیا تذکر گرفتن. یکی از ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب در تمام امور و دستوراتشون اینه که مسئولیت هیچ چیز رو گردن نمیگیرن. رئیس صدا و سیما، قوه قضاییه، شورای نگهبان و هزار نهاد دیگر رو تعیین میکنن، اما بعد میگن عملکردشون به من مربوط نیست. ایشون مسئول همه چیز در جمهوری اسلامی هست، فقط گردنگیر نیست. همین. قایم موشک بازی رو بذارین کنار، واقعا زشته. 2 هفته پیش دستور داده، الان میگه من نبودم. یعنی آقای خامنه‌ای رفتن جلوی آینه و به خودشون بابت کارهای بیقاعده و دستورات مملکت برباده تذکر دادن؟ بعید میدونم
ایشون حمیقت هم گردن نمیگیرن. باز دوباره یه سری بسیجی شوت پیدا شدن که گفتن کی گفته اصلا آقا این حرف رو ریتوییت کرده؟ مگه آقا خودش گوشی دستش میگیره؟ اکانت رهبری دست خود رهبر یا همین آدمی که توییت زده؟ یه کارمند دفتر یه توییت میزنه و مطلبی رو به رهبری نسبت میده، سپس با حساب دیگری در توییتر همون مطلب رو بازنشر میده و بعد میگن ببین اثبات شد. یعنی واقعا یه عده احمق فکر میکنن خود رهبر گوشی دستش ریتوییت میزنه؟ خلاصه این که این دعوا و به جون هم افتادن‌های بسیجی‌ها اونقدر بالا گرفت که روزنامه جوان منتسب به سپاه تیتر زد تبعات خطرناک الغای دو قطبی آقا و دفتر آقا. بعد توش گفت آخه بسیجی‌های احمق، شما که میایید به این فرد تو دفتر آقا حمله میکنید دارید خود سید علی رو تضعیف میکنید، چون دارید میگید علی خامنه اینقدر بی ارزه است، اینقدر وارفته است که توی بیت خودش دارن براش حرف جعل میکنن، نمیتونه جلوشو بگیره. پس این چطور میخواد مملکت اداره کنه؟ مگر میشود خودسری در دفتر رهبری تا این حد برسد که علنی، رسمی و به اسم دفتر نشر نسبتی به زمین افراد خلاف واقع به رهبر انقلاب وارد شود و رهبر قدرت ساماندهی موضوع و برخورد با آن را نداشته باشند؟ کسانی که بر طبل دو قطبی آقا و دفتر آقا میکوبند اعتبار زدایی از مواضع غیر رسمی رهبری را همپای اعتبار زدایی از دفتر رهبری پیش میبرند. خلاصه اینکه همه رسانه‌های نظام توی این جنجال موضع گرفتن، همه اکانت‌های بسیجی هم توییت زدن. جالب این که هیچ کس هم از حرف خودش کوتاه نیامد. دست آخر معلوم شد که خامنه‌ای خواسته از خشم مردم جا خالی بده، ولی تو بنبست عجیبی گیر کرده که نمیتونه از سرکوب کوتاه بیاد، نه حاضر تا ته خط خودش قضیه رو به عهده بگیره. بعد رئیسی هم جلو فرستاد که اونم از طریق سرپرست روزنامه ایران یه یادداشتی زد که بله تذکر داده شده که احتمالاً یعنی این گشت ارشاد به این شکل و با ون و بگیر و ببند نباشه فعلا تا یه مدتی، یا یه جوری باشه که سر و صدا نکنه اینقدر و کسی نتونه حداقل فیلم بگیره. احسان صالحی از افراد نزدیک به دولت رئیسی و سرپرست جدید روزنامه ایران نیز در یادداشتی مهم نوشت در کنار تذکر رسانه‌ای شده رهبر انقلاب خبر تایید شده حاکی است که در هفته گذشته رئیس جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب تذکرهای مؤکدی به دستاندرکاران این امر داده و تاکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملا در مدار قانون باشد. بعد به مصداق اون دونده‌ای که افتاد زمین تا آخر خط سینه‌خیز رفت، نیروی انتظامی هم یک اطلاعیه داد که بله ما به زودی یه سری اعتراف اجباری براتون پخش میکنیم، یه سری از همین دخترایی که گرفتیم رو میاریم تا بگن که عوامل بیگانه بودن، مال باندای تبهکار بودن و درخواست دارن که به اشد مجازات برسن مثل همیشه. بعد هم گفت که با این کارهایی که ما کردیم همه چیز درست شد، وضعیت حجاب مثل دهه 60 شد، ولی آخرش گفت که طرح نور هم دیگه هوشمند میکنیم، یعنی بازم سعی میکنیم با وحشت زدگی، با شل کن صفر کن، گاهی سر و پایین گرفتن و سر و بالا گرفتن تو این بنبست دست و پا بزنیم. اطلاعیه شماره 4 فراجات درباره اجرای طرح نور. پلیس در هیچ حالتی به دنبال پرونده سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیست و به شهروندان عزیز این نوید را می‌دهیم که در نهایت طرح نور به سمت هوشمندسازی پیش خواهد رفت. در جمهوری اسلامی از دهه 60 به اصطلاح شروع کردند به رفتارهای مداخله‌گرانه در حوزه فرهنگ، در حریم خصوصی مردم. همه شکست خورد. بحث ممنوعیت ویدئو شکست خورد، مبارزه با تجهیزات ماهواره‌ای که قانون هم شد شکست خورد، ترویج زورکی هر ارزش دیگری شکست خواهد خورد. بله، خامنه‌ای هر چند بار دیگه هم که بخواد برای تشدید سرکوب جهت حفظ نظام لرزانش این اردوکشی رو علیه زنان میهنمون امتحان کنه، نتیجه غیر از این نخواهد داشت، چون زنان میهنمون پاسخش رو در آوردن. زن، مقاومت، آزادی. وقت بخیر و خدا نگهدار.